ممکن در تجارت های آنلاین بعضی اوقات به مشکل مواجه شوید. اگر شما در تجارت های آنلاین حسابتان مسدود می شود و یا هم هر پیج صفحات اجتماعی دیگر شما و یا نیاز دارین یک بزنس برای اندازی کنید، از این اشخاص همکاری بخواهید. این هست یک پلتفرم به نام فایور. چرا یک تعداد جوانان ما بیکار هستند؟ ما امیدوار هستم هر جوان افغانی که در هر نقاط کشور جهان زندگی میکنند، بخصوص کسانی که در افغانستان هست و هر نوع مسلک و یا هم هر نوع مهارتی که دارن، توانایی دارن، میتونن در فایور من حیث یک فریلنسر فعالیت کنند. حتی بسیار کار عادی که بیشتر جوانان بلدیت دارد، وارد فایور شوید و درآمد داشته باشید. قبل از این که شما اگر شما قبل از این در فایور یک حساب دارید من حیث یک فروشنده و یا هم من حیث یک کلاینت و مشتری، شما میتونید لاگین شوید. سلام و درود بینندای محترم امینفای اسکیلز، خوش آمدید. ممکن در تجارت های آنلاین بعضی اوقات به مشکل مواجه شوید، چون همگی همه کاره نیستند و هر من به مشکلات برمیخورید. اگر شما در تجارت های آنلاین حسابتان مسدود می شود و یا هم هر پیج صفحات اجتماعی دیگر شما و یا نیاز دارین یک بزنس برای اندازی کنید، این همه موارد را شما میتونید در حینی که نیاز داشته باشید کمک و همکاری بخواهید، به کجا باید مراجعه کنید؟ از کی باید کمک بخواهیم؟ پس واضح هست که باید از اشخاص مسلکی بخواهیم. اشخاص از مسلکی شما را میتوند در هر کنج دنیایی که هستید از این اشخاص همکاری بخواهید. این هست یک پلتفرم به نام فایور و این فایور جای هست که اگر خودت نیاز داری، یک تعداد اشخاص دیگه هست که آنها را فریلنسر میگن و این فریلنسرها شما را کمک میکند با هزینه‌های بسیار اندک. هر آن چیزی که شما نیاز داشته باشید میرین وارد پلتفرم و یا هم شبکه فایور میشوید و در اونجا جستجو میکنید، اشخاص مسلکی را دیده، محتوایشان، مشخصاتشان، ریتینگشان، ریویو مشتری دیگهشان دیده و با آنها به تماس میشوید. این که چطور میتونید این پلتفرم استفاده کنید، کدام نوع از زیر شما باید انتخاب کنید، میریم در ویدیوی آموزشی خود بر شما از صفر تا استفاده از او و با تماس شدن و یا یک فرمایش و آردر دادن و پیمنت های از او را بر شما آموزش میدهیم. قبل از اینکه به آموزش برویم، کانال امینفای اسکیلز را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای مهم و مفید دیگری برای شما نیز برسد. همچنین نظریاتتان برای ما افتخار است تا ما از نظریات شما نیز مستفید شویم. این که چرا یک تعداد جوانان ما بیکار هستند؟ ما امیدوار هستم هر جوان افغانی که در هر نقاط کشور جهان زندگی میکند، بخصوص کسانی که در افغانستان هست و هر نوع مسلک و یا هم هر نوع مهارتی که دارن، توانایی دارن، میتونن در فایور من حیث یک فریلنسر فعالیت کنند و درآمد داشته باشند. پشت خانه‌تان نشسته و فعالیت کنید. شما میتونید اگر دیزاینر هستید، اگر گرافیک دیزاینر هستید یا ویدیو ادیتور هستید، حتی بسیار کار عادی که بیشتر جوانان بلدیت دارند، وارد فایور شوید و درآمد داشته باشید. قبل از این که شما با آموزش وارد شوید، ایمیل آدرس اکتیو یعنی فعال داشته باشید و بعد از این که شما ایمیل داشتید و پروفایلتان را جور کردید، شما داخل یکی از براوزرهای میشوید که شما استفاده میکنید و در اونجا نوشته میکنید فایور. درست است؟ وقتی این که شما فایور نوشته کردید، بر شما این چنین یک پیج باز میشود. بعد از این که این پیج بر شما باز شد، شما وارد اپلیکیشن فایور میشوید و این فایور بر شما بسیار به راحتی به هر زبانایی که شما خواسته باشید میتونید انتخاب کنید و فعالیت کنید. اگر شما قبل از این در فایور یک حساب دارید من حیث یک فروشنده و یا هم من حیث یک کلاینت و مشتری، شما میتونید لاگین شوید. اگر لاگین نیستید و یا هم تا امروز شما اکانت ندارید، شما میتونید اکانت بسازید. ببینید فایور چه خدمات ارائه میکند. خدماتی که فایور ارائه میکند بسیار به راحتی، یعنی از یک لوگوی بسیار عادی شروع کردن و به کجا رسیدن. بسیار کوتاه این ویدیو را میشه با هم یک جا ببینیم. یعنی میگوین که این فایور از آغاز یک لوگو شروع کرد، یعنی در فایور شروع کرد و بعد از او
به اجناس رسید، به کجا و کجا این بزنس رشد داد. این بود توسط فایبر. پس بیاین با هم برویم ما هم استفاده کنیم از دو نوعی که فایبر بر شما حساب می سازد. یکی که من حیث کلاینت باشد و یکی که من حیث از سیلر باشد، یعنی فروشنده باشد. هر کدام این رو شما انتخاب میتونید انتخاب کنید. از این طریقه میتونید شما حساب بسازید. ساین این میشوید، قبلا داشته باشید. اگر ندارید شما وارد یکی از این بخشا میشوید. کانتینیو ویت جیمیل اور کانتینیو ویت ایمیل کلیک میکنید. بعد از اینکه پاسوردتان وارد کردید شما کانتینیو کلیک میکنید و میروید. نام یوزرتان رو انتخاب میکنید. هر آن چیزی که شما یوزر میمانید، نام کمپانیتان میمانید، نام شخصیتان میمانید یا نام کسی دیگر میمانید، مشکل نیست. خب با همون نام فایبر یا هم مشتریای یا هم کسانی که شما سیلرها از با تماس میشه شما را به همون یوزرنیم میشناسن. چک کنین که در یوزرنیم نامی که شما میمانید هست یا نیست. مهم نیست که باید بسیار جدی باشه، میتونین انتخاب کنین هر نامی را که ما شما میبینیم این نام ما نوشته میکنیم و بعد از اینکه available بود create my account کلیک میکنیم. بعد از اینکه create my account زدیم confirm your email میه و در ایمیل شما یک کد میه و او کد شما در اینجا درج میکنید. بعد از اینکه شما این کد را درج کردید شما بالای submit کلیک میکنید. بعد از اینکه بالای submit کلیک کردید باز هم ادامه میدید و پیش میروید. اینجا هست که شما وارد سایت فایبر شدید. اینجا دو نوع است. قبلا بر شما گفتم I am a client, I am a freelancer. کدام نوعش هستین؟ یعنی شما میخواید خدمات ارائه کنید یا شما نیاز دارید که خدمات از کسای دیگر بخرید و یا هم استفاده کنید. پس در شروع ما میریم بالای این که I am a client. درست است؟ بالای I am a client کلیک میکنیم و پیش میرویم. بعد از کلیک next. بعد از اینکه next کلیک کردیم میگه what do you plan to order services for؟ به خاطر چی استفاده میکنی این سرویس و خدمات را؟ primary job or a business for با کارتان و یا هم هر آن چیزی که شما انتخاب میکنید. بعد از او کمپانی خود را که کمپانی شما چند نفر است و چند اشخاص است، یعنی تنها کار میکنی یا از 2 تا 10 نفر است یا هر تعداد اشخاص کارمندا است استفاده میکنید. just for me تنها من هستم و بالا next میزنیم. بعد nice and what you are looking for today. چی میخوایی؟ تو پروژکت یا specific service یا just exploring. تنها میخواین که ببینم و معلومات داشته باشم. بسیار عالی. next start exploring یعنی جستجو و سرچ و معلوماتتان را آغاز کنید. بالای start کلیک میکنید و پیش میروید. وقتی بالای پیش رفتین پروفایل شما تکمیل شد، اما یک ایمیل که کنفرمیشن وریفای یور ایمیل می بازم به ایمیلتان چک کنید ایمیلتان و از ایمیلتان میتونید معلومات دریافت کنید. این هست فایبر و هر آن چیزی که شما نیاز دارید اینجا شما نوشته میکنید و بالای سرچ کلیک میکنید. وقتی که کلیک کردید بر شما انواع اشخاص میبینید. اینجا اشخاص مختلف هست، از کشورهای مختلف هست، زبانهای مختلف دارن که شما میتونید هر کدام از او را مرور کنید و تماشا کنید ببینید کدام یک از اینها ریویو خوب از مشتری ها گرفته، ریت بسیار خوب دارن و همچنان قیمتش برای شما مناسب هست. شما میتونید اینجا چک کنید. اما کش زیادتر اینهایی که تصاویر خانم ها را انداختن بیشترش اهل پاکستان هستن و استفاده میکنن تا میدانن که یک تعداد بیشتر با تصاویر آنها کلیک میکنن. اما مهم نیست. ادامه میتین میبینین هر کسی که مناسب برای بخشی که شما نیاز دارید نوشته میکنید. فرض مثال شما نمیتونید به صفحات اجتماعیتون رسیدگی کنید. در صفحات اجتماعیتون شما یک کسی را من حیث مدیر و یا هم یک بخشی را شما مشکل دارید انتخاب میکنید. با زبان شما حتی مشخص میکنید، کسایی که به زبان دری باشن انتخاب میکنید و ادامه میدهید. به طور مثال ما یک از این تاپ ریتد فریلنسر انتخاب میکنیم. یعنی ببینید تاپ ریتد چند ستاره گرفته و یعنی تاپ ریت مشتریایی که با اینها کار کردن بیان نظر دادن، ریویو دادن و ما ایران مرور میکنیم. پکیجای خاص داره، هر کس به خود پکیج هم داره و کستومایزیشن هم داره که میتونین قیمت های دلخواهتان رو برش بگوین. به یاد داشته باشید که در اینجا وقتی که شما با یک فریلنسر به تماس میشوید هر آنقدر میتونید شما به شکل عامیانه بگویم چنه بازی کنید. یعنی قیمت رو با آنها
از پیششان دیسکاونت بخواین، مشکل نیست. آزادانه کاتشان کمیونیکیشن کنید. اگر مشکل با زبان ها دارید یا با نوشتاری متن دارید، شما به راحتی میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید و وقتی که از چت جی پی تی استفاده میکنید نظر برتون میده در فرمایش و حتی بر شما متن نوشته میکنه. میبینید میخوانید که این مشتری های چطور گفته و چی نظریات داده، چی از کدام کشورها داده. با این همه وقتی که مطمئن شدید با اینها پیام میکنید و یا هم پیکیجش انتخاب میکنید، کانتینیو میزنید. غیر از او کانتکت ویت می، یعنی همراهشان کانتکت میگیرید و میبینید که این کوتیشن از پیشان میخواید، کدام سوال دارید معلومات میگیرید و یا هم بوک کنسولتیشن همراهشان میکنید، ادامه میدید. و اگر میخواید پیام کنید برشان در بالای پروفایلشان و یا هم کانتکت ویت می که هست انتخاب میکنید. هر پیامی که میخواید اینجا برشان نوشته میکنید. کوشش کنید که حرفوی و متن‌های پروفشنال لحاظ بزنس داشته باشید تا یک تأثیر مثبت بالای فریلنسر داشته باشه. و کوشش کنید در نوشتاری اگر مشکل دارید باز هم از چت جی پی تی و یا هم گوگل ترنسلیتور استفاده کنید. مهم نیست شما به عجلتاً برش پیام بدید. اینجا شما میبینید فرمایشاتتان را، نوتیفیکیشن ها را، پیامایی که بر شما آمده. پس میرویم بالای از این که چطور میتونیم اکانت خود را ست اپ کنیم. وقتی شما بخواید بالای اکانتتان یک تعداد تنظیمات پرسونال انفورمیشن داشته باشید یا اکانت سکیوریتی باشه یا نوتیفیکیشن هایتان، بالای یک از اینها انتخاب میکنید و تغییراتی که میخواید ادامه پیدا کنه شما میتونید تغییرات بیارید و سیو چنجز را کلیک میکنید و پیش میروید. درست است؟ و اگر بخواید بالای پاسوردتان رو چنج کنید یا هر مورد دیگر شما میتونید از این طریق پیش بروید. درست است؟ چطور میتونیم فریلنسر شویم؟ بالای بیکام سیلر کلیک میکنید و بیکام سیلر انتخاب میکنید. بعد از اینکه پیش رفتید شما یک پیج دیگر برتون شروع میشه. کدام خدمات یا چی محتوا و چی چیزا را میتونید پروفایلتون رو جور کنید. ادامه میدید، کانتینیو میزنید. let's talk to things you want to sell to clear پروفایل است که واقعیتی باید حرفوی جور شوه و بالای از این قبل از اینکه شما وارد بیکام سیلر شوید باید شما این را با خود داشته باشید. لوگو هاست، ویدیوهایتان درباره خدماتتان، حتی سرتیفیکیت هایتان میخواه و بعد از او شما میتونید که این بخش انتخاب کنید و در این بخش پیش بروید. برای اینکه بیکام سیلر شوید و سیلر عالی شوید، کسانی که اگر دوست داشتن میتونیم همکاری کنیم و دیتا برایشان بسازیم تا منیس یک سیلر موفق در فایور باشه. چون ویدیو طولانی نشو و نرفتم بالای از او، من بالای موارد دیگرش که در اینجا میبینین شما هر مورد و مطالبی که نیاز دارین در هر بخش حتی عمیق‌تر شما میتونید برین در بخش فوتوگرافی و در بخش فوتوگرافی شما دیده میتونید که انواع مختلف است. کسایی که نمیتونن فوتو بنر به خاطر یوتیوب خود جور کنن مراجعه کنن به اینجا. حتی درباره تکس اگر معلومات کشور بخواید یا درباره تصفیه مالیات داشته باشین، حسابای مالی باشه، آیودیت باشه، اینجا اشخاص ماهر هستند که بر شما کمک و همکاری میکنند. برای ویدیوهای بعدی و مفید و آموزشی امینیفای سکیلز را فالو و سابسکرایب کنید تا بتانید از این ویدیوها مستفید شوید. تشکر از شما که تا این دم با امینیفای سکیلز بودید.